در کوسوو ساختمانچیان استعفای رئیس بخش نقشه‌کشی یا خود پلانکشی پایتخت شهر پریشتینه را تقاضا کردند. ساختمانچیان میگویند کشالکاری در تقدیم اجازتنامه‌های ساختمان کار آنها را به تأخیر می‌اندازد. شهرداری پریشتینه تحت تصرف بزرگترین گروه مخالف حکومت، حزب صاحب اختیاری قرار دارد. نمایندگان این حزب وعده دادند که توسعه بدون نظارت شهرها را متوقف خواهند کرد. در منطقه قبیله‌های خیبر پختونخوای پاکستان منصبداران برنامه ثبت نام مکتب بچه‌ها برای سال نو خوانش را آغاز نمودند. پیران قبیله‌ها و معلمان از مجسمه دروازه خیبر تا اداره معارف راهپیمایی نمودند تا توجه به این معرکه جلب شود. در منطقه قبیله‌ها که زیر نظارت حکومت فدرالی پاکستان قرار دارد، از سبب ناآرامی‌ها و عملیات نظامی هزارها نورس سین و سال مکتبی از تحصیل محروم می‌باشند. در پایتخت افغانستان شهر کابل، انجمن غیردولتی انتخابات آزاد و عادلانه از ناکامی حکومت کشور در اصلاحات ساختاری کمیسیه ناظر انتخابات نگران بوده است. حکومت وحدت ملی پرزیدنت اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله تا حال در مورد انتخاب رئیس این کمیسیه به موافقت نرسیده است. اعضای این سازمان غیردولتی هشدار می‌دهند که بدون موافقت در این مسئله اصلاحات دموکراتی امکان ندارد. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان یک کنسرت برای مردم کتابخوان دایر شد که آن را سازمان یونسکو، بنیاد معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل با هدف تشویق کتابخوانی و سواد آموزی در سراسر عالم دایر نمود. 23 اپریل اهل عالم روز جهانی کتاب را تجلیل می نماید.